بچه‌ها قرار بریم یه ویدیو خیلی عجیب بگیریم. حالا منظورم چیه؟ ما قرار بریم تو دانشگاه، حالا روش ورود رو نمیدونم، یا باید بالا در و دیواری بریم یا باید یه جوری سر اینا رو کلا بذاریم بتونیم بریم تو و بریم اونجا از دانشجوها معما بپرسیم. همین ورودش خیلی داستانه. حالا بریم ببینیم میتونیم یه جوری ورود کنیم یا نه. اول میریم صحبت میکنیم باشون ببینیم رامون میدن یا نه. بزنید بچه‌ها، ما یکی از دانشجوها رو دور دانشگاه دیدیم، بعد گفتش الان داخل کنفرانسه، بگید در کنفرانس داریم میریم، راتون میدن تو. اینجوری تونستیم وارد دانشگاه شیم. بریم ببینیم آدم پیدا می‌کنیم یا نه. سلام، اسمتون چیه؟ سلام، فاطمه. یه اتوبوس زرده که 30 تا صندلی داره. بعدش تو ایستگاه اول 3 نفر سوار میشن. تو ایستگاه دوم 2 نفر پیاده میشن، 4 نفر سوار میشن. بعدش تو ایستگاه آخر 3 نفر پیاده میشن. اتوبوس چند تا صندلی داره؟ یه بار دیگه. آخه این درست خدایی. من قاطی کردم. چند نفر؟ 3 نفر سوار شدن، 2 نفر پیاده شدن، دوباره 4 نفر سوار شدن. خب دارم درست میگم؟ اتوبوس چند تا صندلی داره؟ 30 تا. آفرین. معما ساده بود. خب یه دونه معما دیگه. 2 تا مادر و 2 تا دختر توی خونه در حال آشپزی کردنن. تو خونه چند نفرن؟ 2 تا مادر، 2 تا دختر. بله. 3 نفر؟ چجوری؟ نمیدونم دقیقاً. درسته یعنی؟ درست، ولی چجوری؟ دختر که خواهرن. نه. نه نمیشه. نه. نمیشه. این هم یه راهنمایی. نه. البته 2 تا راهنمایی. 3 جواب. میخواد بریم معما بعدی. سلام، اسمت چیه؟ سلام عاطفه. عاطفه، کدوم کلیده که یادم رفت. یه بار دیگه ببخشید. خب عاطفه، کدوم کلیده که هیچ دری رو باز نمی‌کنه؟ A few moments later. شاکیده. شاکلیت مگه همه درها رو باز نمی‌کرد؟ برعکس گفتی. کیبورد. چه ربطی داره؟ نه، جواب تو خود سواله. یه راهنمایی. چی؟ هیچ دری رو باز نمی‌کنه. در بدون قفل. این جوابش میشد که کلیدا قفل رو باز میکنن، در رو باز نمیکنن. این دیگه خیلی راحت ترینش اینه. کدوم حیوانه که برعکسش توی حمامه؟ فیل. فیل، آفرین. لیف تو حمام، فیل توی. سلام، اسمت چیه؟ عبدالله. عبدالله، از 1 تا 10 به هوش خودت چند میدی؟ 2.75. 2.75. آره. خب اون چیه که مال توه ولی همه ازش استفاده میکنن؟ ریختم قیافم. نه. اسمم. آفرین. اون کدوم کلیده که هیچ دری رو باز نمیکنه؟ کدوم کلیده که هیچ دری باز نمیکنه؟ نمیدونم. چی میشه جوابش؟ کلیدا قفل رو باز میکنن، در رو باز نمیکنن. درسته. مرسی. یه درسته. 2.75. اسمت چیه؟ من محمدم. محمد، 1 تا 10 به هوش خودت چند میدی؟ 0. حالا یه عدد واقعی بگو. 1. یک از 1 تا 10. آره 1. خب یه اتوبوس زرد که 30 تا صندلی داره. بعدش تو ایستگاه اول 3 نفر سوار میشن. بعد تو ایستگاه دوم 5 نفر سوار میشن، 2 نفر پیاده میشن. توی ایستگاه آخر هم 3 نفر پیاده میشن. خب تعداد صندلی چند تاست؟ همین چیزی من نفهمیدم. چند تا؟ برزن همون چیزاست. یا 3 تا یا 30 تا یکی از. ملت چیکاریه؟ 31 یکی راننده هم هستش. یکم راستشون میشه 32 تا. همه هم 30 تا. 30 تا، آفرین، درست گفتی. 1 نبود توی دست. توی 12 ماه چند تا ماه داریم که 28 روز دارن؟ همه ما. آفرین. باهوش بودی ها. شکست نفسی کردی. چیه؟ سلام، محمدم. یه دونه فیلم بردار اومدیم فیلم بگیریم. محمد، از 1 تا 10 به هوش خودت چند میدی؟ 8. نکشی موضوع مای 8. خب 2 تا مادر داریم و 2 تا دختر توی خونه در حال آشپزی کردن. بعدش توی خونه چند نفرن؟ احتمال زیادی داره. خب یه چند تا احتمالشو میگی؟ 2 نفرن. چجوری؟ 2 نفرن، هم مادرن هم دخترن. 2 تا مادر و 2 تا دختر توی خونه در حال آشپزی کردن. توی خونه چند نفرن؟ توی یک خونه چند نفرن یا توی این خونه چند نفرن؟ تو اون خونه چند نفرن؟ میتونن 2 تا باشن، میتونن 3 تا باشن، میتونن 4 تا باشن. تو اون خونه که در حال آشپزی آره. کردنن. توی اون خونه چند نفرن؟ 2 نیست جواب. نه. 3. چجوری؟ خب 1 نفر هست که دختره و 2 نفر مثلا که مادرن، که 2 نفر اصلا دخترن، یکیشون هم مادر میتونه باشه. جفت 2 تا میتونه مادر باشه.
2 تا مادر. یه نفر مادره. خب خب بعد سوای اونا 2 تا دخترند که یکیشون مادرم هست. تقریبا اینه جواب، ولی این نیست جواب. چی؟ یه بیایی جواب بگو. 3 تا 3 تا. خب چجوری؟ این مادره خب 2 تا چی داره؟ مادره 2 تا دختر داره. خب. یکی از دخترها خودش مادره. نه نه این نیست. بگو جواب. هیچ کدومتون نفهمیدین الان؟ من فکر میکنم 2 تا خواهی دلیل نمیتونه. نه 2 تا نیستش. نه 2 تا همون 3 من تاست. بیشتر میشه. همین 3 3 تاست. تاست. چی خودشو دخترشو نمش. ببین یه مادر بزرگ داریم، یه مادر یه دونه دختر، اینجوری هم 2 تا دختر داریم هم 2 تا 3 مادر. نسل پشت سرم. تو گفتی یه دونه مادر داریم با که 2 تا دختر داره. من الان آخرش آقا صبر کن. من چی گفتم؟ من گفتم که یک مادر داریم خب و 2 تا دختر داریم. این خب. دختر یکیشون مادر هم هست. خب این یعنی این نمیشه. اینی که مادر میتونه مادر اون هم باشه، دلیل نمیشه که حالا مادر بزرگ نباشه. خب 3 نسل پشت سر همه دیگه. مادر ولی من فکر کنم اشتباه گفتم، نمیشه دیگه. نه دیگه اصل منظور همون بود. بگو تو کامنت بگم من. آره تو کامنت بگی درست گفتش یا نه. سلام، اسمت چیه؟ سلام، سید اله دهقان هستم. خیلی من میخوام صدات کنم یکم. الهه. خب الهه از 1 تا 10 به هوش خودت چند میدی؟ 8.5 یا 9. 8.5 یا 9. خب شما سلام، اسمت چیه؟ المیرا هستم. المیرا از 1 تا 10 به هوش خودت چند میدی؟ بستگی به زمینش داره آخه. معما میخوایم بپرسیم. 5. 5. خب شما سلام، اسمتون چیه؟ سلام، من عارفم. من حدودای 8.5 9 اینا. اوکی. خب یه معماست اینجوریه که ما 2 تا دختر داریم و 2 تا مادر تو خونه در حال آشپزی کردنه. بعد داخل خونه چند نفره؟ 2 نفر. چجوری؟ 2 تا دختره، خب هم مادر هم هستن دیگه. هم دختر هم مادر. نه 2 تا دختر 2 تا مادر تو خونه در حال خب آشپزی هم کردن. ولی جواب همون 2 نفر. نه یه بار دیگه بگی؟ 2 تا دختر و 3 نفر. چجوری؟ مامان بزرگ، مامان دختر. خیلی باحال. کامل یه جا جواب داد. واقعی گفتش. خب این یکی تا حالا کسی جواب نداده. کدوم کلیده که هیچ دری رو باز نمی‌کنه؟ سکوت. 2,000 years later. کلید شکسته. نه اینم خیلی راحته. اون چیه که توی جنگله، برعکسش هم توی حمامه. برعکس شیر میشه ریش. نه این راحت ترینشه. همه تا حالا جواب دادن اینو. نمیدونم. یا نو. یه حیوان تو جنگله که برعکسش توی حمامه. شیر. نه شیر. شیر گفتیم نه. چون این راحت ترین سوال ماه. همه میتونن. بچه‌ها حواستون باشه که دکمه سابسکرایب رو زده باشید، چون قراره به ازای هر یه سابسکرایب توی یوتیوب من 10 تومن به افراد نیازمند کمک کنم. تا دیما هم وقت دارید فقط این کار انجام بدید. با این کار هم به افراد نیازمند کمک میکنید، هم کلی ویدیو خنده‌دار میذارم و میتونید نگاه کنید. و مرسی که تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. دوست دارید بازم تو دانشگاه ویدیو بگیریم، اینم میتونید تو کامنت ها بهم بگید دیگه. بای بای.